شوم قربانی تیغی ابروانت یا رسول الله، شود جانم فدایی گیسوانت یا رسول الله، شود جانم فدایی گیسوانت یا رسول الله. چومه بین نجومی از تکلم های زیبایت، چومه بین نجومی از تکلم های زیبایت، شکر میریخت از نیشی زبانت یا رسول الله، شکر میریخت از نیشی زبانت یا رسول الله. به دنیا آمدم من از برای دیدن رویت، به دنیا آمدم من از برای دیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که انشاءالله صدای ما را میشنوین. اولا همه شما عزیزان، بلکه عید گذشته رفتاشم و انشاءالله عید خدا خواهد انشاءالله فیتر، عید رمضان، اولا تبریک مبارک باد میگیم بار دیگر. خداوند البته انشاءالله همین 2025 سال از سالی به طفیل این ماه مبارک سال پرفیض، سال پر برکات بگردونه، چی در دهقانیام و کسب و کارام و در سودا و در انشاءالله خدا خواهد مهنتایی که میکنیم الله سبحانه و تعالی اله برکات عطا نمایم. اله خدا خواهد از ما و شما خدا خواهد یک ماه که خدمت کردیم به الله، اولا خدا راضی شدگی باشد، اجر و مکافاتش این دنیا و او دنیا الله سبحانه و تعالی سزاوار بگرداند. عزیزان من بعد رمضان در دنی رمضانم برادر اهل شیار زمین الحمدلله کار کردم. من با امروز گیم که روزخری شد، بلکه ان شاء الله خدا کار ما با خدا خواهد جدی ان شاء الله در حرکت میدارد، در جوش و خروش. الحمدلله من امروز محله عدیر خدا خواهد ان شاء الله با رهبری اکی اسقری محله، یعنی برای آبادی مسجد ان شاء الله قدم رنجه کردن. اولا الله سبحانه و تعالی در هر یک قدم این برادرها خدا خواهد اجر و ثواب به حساب عطا نماید. آنچه گذشتگانشو باشه طریق رحمت شایسته جنت بگردوند و بیماراشو باشه شفای کامل قصد دارا باشند الله نجات دهد. ای فرزندکو باشه فرزندهای صالح و صالح کرامت نماید الله سبحانه و تعالی. البته از ما و شما راضی شدگی باشد خدا خواهد ان شاء الله. امروز کارهای ما و شما ادامه دارد. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و در حدیث مبارک میگن بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه و خصلتان احب الی الله السخی و حسن الخلق، یعنی دو خصلتی هست که گفتن الله سبحانه و تعالی دوست می‌داره. یکیش انشاءالله سخاوتمند، کسانی که سخاوتمندن، سخی میکنن، سخاوتمندی میکنن برای آبادی خدا خواهد وطن، آبادی خدا خواهد انشاءالله آخر دنیا آخرت و مسجد و کوپروگ و یعنی مکتب و راه و ها کذا. کسانی که خدا خواهد انشاءالله صدقه جاریه میکنن، چی درخت میشنانن، انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی انشاءالله دوست می‌داشته است. ببینید و دیگر حسن خلق، یعنی خوبی خدا خواهد، رفتار و گفتار و معامله، زبان شیرینی و خدا خواهد رفتار و گفتار خوبه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد. در دیگر حدیث میگن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم السخی بعید من النار و قریب الی الله، یعنی دو خصلت اینم که یکی خدا خواهد سخاوتمند انشاءالله به خدا نزدیک میشه و از دوزخ انشاءالله خدا خواهد دور. یعنی درباره سخیا چقدر گپ زنیم سخاوتمندا، چون که آبادی همین انشاءالله دنیا هم آخرت هم انشاءالله به واسطه سخاوتمندا میشه. از دانی من البته از دور و نزدیک یعنی سخاوت دارن، دستگیری دارن این مساجد ما را، این مساجد بلکه همون هم هستن انشاءالله، چون که پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و
کسی که در دنیا یعنی مسجد بنا میکند خداوند در جنت قصر بناش میکند. صحابه سوال کردند که یا رسول الله خیلی مسجد یک آدم که بنا کرده است یعنی و یک گیرد قصر ما چیکار میکنیم؟ گفتن شما رفته در همونجا خدمت کنین خدا خواهد ان شاء الله یک غیشته میمونین یک بیل میپرتین خدا خواهد البته گویا که همه شما همین مسجد بنا کنین بلکه کسانی که سخاوت میکنن همه شما خدا خواهد حق داری همین یعنی بنا کردن این مسجد نه همین مسجد حق ثواب شد همه خدا خواهد برابر میگیریم ان شاء الله از دلالت کننده تا اجرا کننده خدا خواهد ان شاء الله یا کی پول تینده و خدا خواهد ان شاء الله یا کی دعا کننده همه کسی که خدا خواهد چون که این پیامبر اسلام میگه که نیت المؤمن خیر من عمله نیت مومن میگه عملش نه بهتره خدا خواهد ان شاء الله شما با نیت کردی خدا خواهد همین خواننده یاردم میکنه نکنیم البته هم سوم که نیت میکنی الله ان شاء الله خدا خواهد ولی اجرش دادگی است. یک روایت خوندم یک آدم پیش یک میگه رگزار میگذره رگزاری بلند میگه خداوندا اگر همین ریگ میگه گندم میکردی من در راه خدا خیرش میکنم تمام بیچاره و بیوه و کم بغلان ده روز قیامت میشه میگم همون بنده را می آوردین در نامه اعمالش پوری گندم تون نه حیرون میشید از میفت از پروردگار و من هیچ خیر احسان نکردم نه گندم بندم ایادت خاطرت برمد همون در دنیا گذشته شد یک پیش ریگزاری کلون تو نگفتی که اگر خدا همین گندم کنم من در راه خدا خرج میکنم من همون ثواب در نامه اعمال دادم الحمدلله خدا خواهد ان شاء الله. البته یک سوم نیست دلالت دعا کننم ان شاء الله همین اجر و مکافاتم میگیرن خدا خواهد ان شاء الله. من امروز برادر خدا خواهد که از خرجان حضور دارن ان شاء الله صحبت نیز نوبت صحبت بینم تیم یک چند سخن میگفته در رفتی کار در این خدا خواهد این مسافری که خدا خواهد در سفر هستن اکثر دستگیری دارن چی از تاجیکستان چی از قرقیزستان چی از گیم که مثال دیگر یعنی مملکت هم نگاه نکرده چون که خانه خدا گفته دستگیر در حق اینا یک چند سخن میگه برادر. اولا بار السلام علیکم مردم سرخ زمین. من دوملا گفتگی زشتن امروز نوبت محله ادیر بالا بود. من فرزند و بچه‌ها در رحمت همه جمع زدن تمام خلق سرخ زمین دم رحمت چون که همین مچتی مانده همه سواه همه طرف اقتصادی جهت شندم جهت محصولات شندم مهنت شندم دستگیری کرده استیم ان شاء الله رحمت هوایان ده پر غیر از همه مردم سوخ من دوملا گفتگی داشتن از ریسپوبلیکای برادری حوض ما دستگیری کردیم برای آبادی همه مچتی ما از حساب مبلغ از حساب مثلا متریال‌های ساختمان برای همین ما همه که همینجا دستگیری کردگی اومده مهنت کردگی هم بنیان منت داریم با اونا رحمتی بسیار میگوییم. برای همین ما خواهش میکنیم من خدا خواهد در مابین کوتاه من مچتی ما بسیار راهبری من دوملا سر کردن رحمت همینان دم همین قریبی که با آخر آمده ایستاده است. همین مچتی ما با عرفه گویم که بود شیرین دا آمدن برای همین من بچه‌ها ده همشون من مثال قوت میخوام سلامتی میخوام رحمت هم مانده بار دیگر با میگم همین ما دستگیری کردگی همین مشتی مانده حصه خوش کردگی تمام سرخ زمین همه ریسپوبلیک برادری ها یاردم دادگیان همشون مینت داری میکنیم پروردگارا همون کسایی که همینجا مهنت کردن همین اقتصادی جهت یاردم دادن پروردگار یکشون 1000 شوه الهی هیچ کمی نبینن همین در دیلاشو چی آرزو و هوسای نیک داشتشن خدا با همون آرزو و هوساشو برسونه الهی. همین بچه‌هایی که محله ما اومده همینجا خدمت کرده استین رحمت همین آندم اینا هم کمی نبینن چی مراد و مقصدهای نیک داشتشن پروردگار با مراد و مقصداشو رسونه. خدا خواهد من در روزهای نزدیک همین مسجد ما هم بود میشه با اومده همینجا در عرفه کشویدن با یک خرسندی ها کرده تمام سوخ همین حصه خوش کردگی جمعیت نه حصه خوش کردگی بچه همش همینجا نه فریاد کرده یک با میرم میکنیم دوملا خدا ان شاء الله خدا رسول الهی به همه روزا رسول ان شاء الله رحمت شما رحمت برادر ان شاء الله خدا خواهد سخنه بسیار خوب کردین الحمدلله
تکرار حجت نیست. فقط یگانه میگیم که کسانی که خدا خواهد انشاءالله در این خانه دستگیری میکنن، البته در عمرهاشو، در رزقاشو، در کسب و کاراشو، در خانوادهشو خدا خواهد در مالهاش الله سبحانه و تعالی الها برکات نماید. عیناً مسافرای عزیزی که امروز صدای ما را میشنوند در مسافرت هستند، چقدر یک برادری هم ببینید چه با خرسند میشه که یک در نزدت خدا خواهد ایام هر روز میگن نملو بسیار نواره خوب پرت خدا خواهد ان شاء الله. ما وقتی که بیکار میشه میگه یک شیشته خدا خواهد راحت میبریم. اون برادری که در سفر هستن سفرهای با برار صحت بود از خداوند، سلامت با کیسه های پر با روی های سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتش الله نصیب بداره. در کجای باشند در امان الله سبحانه و تعالی شند. برادر عزیز تا صحبت دیگر ان شاء الله خدا حافظ میکنیم. الله سبحانه و تعالی همه ما شما نگاه بدارد. عیناً دعای مسافرها اجابت است. عزیزانی من در دعا باشین زودتر الله یاردم کند. خدا خواهد ان شاء الله روزای نزدیک خدا خواهد البته شما را هم تکلیف میکنیم به این خانه خدا. این خانه همه مسلمانای روی دنیا است ان شاء الله خدا خواهد، نه بلکه اگر دوشیار زمین. کسانی که خدا خواهد آینده ان شاء الله میآیند در اینجا عبادت میکنن، طاعت میکنن خدا خواهد، هیچ جای یگان مانعش نیست خدا خواهد. همیشه صحت باشه، همیشه سلامت باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.